سومین دلیلی که لازم است و نیاز است تا فرزند شما در کلاس‌های چایلد شرکت کند، استفاده از پرسونالایزد لرنینگ یا یادگیری فردی سازی شده یا شخصی شده در کلاس‌های چایلد می باشد. شاید برای شما این سوال پیش آید که یادگیری پرسونالایزد یا شخصی شده یا فردی شده چیست؟ یادگیری شخصی شده یک نوع فرایندی است که در آن نیازها، علایق، خواسته‌ها، سرعت یادگیری، سبک تفکر و شیوه‌های مختلف یادگیری کودک مورد توجه واقع شده و فرایند یادگیری بر اساس این ویژگی‌ها و خصوصیاتی که برشمرده شدند بنا نهاده می شود. بنابراین در کلاس‌های چایلد، چون ما عده‌ای از متخصصان روانشناسی تربیتی در این برنامه گرد هم آمده ایم و ارزیابی این ویژگی‌ها مانند علایق، نیازها، سبک‌های تفکر و شیوه‌های یادگیری کودک در تخصص ماست و سالها ما در این زمینه پژوهش، مطالعه و بررسی نموده ایم. بنابراین به راحتی و به صورت علمی و با استفاده از ابزارهای مختلف روانشناسی می توانیم این ویژگی‌ها را در کودک ارزیابی نموده و بر اساس نیازها و خواسته‌ها و شرایط خاص هر کودک برنامه آموزشی را انطباق داده و به کودک آموزش دهیم. به ما بپیوندید تا به کمک هم آینده بهتری را برای فرزند شما و فردایی روشن برای ایران عزیز بسازیم. ما قدوم سبز شما را گرامی می‌داریم و بهترین ها را برای شما و برای فرزندان نازنین شما آرزو داریم.